چند سال پیش در بین مردم ایلام شایع شد. حین عملیات راسازی در محاور ایلام، کمیل به کرمانشاه و در منطقه به نام تنگه قیر دو آدم کوچولو پیدا کردند که یکی از آنها فرار کرده و دیگری اکنون نزد کارگران شرکت راسازی این محاور است. برخی هم میگفتند این آدم کوچولوها دو نفر بودند که یکی از آنان حین فرار با پرتاب سنگ توسط چوپان کشته می شود و دیگری موفق به فرار نشده و چوپان آن را زنده میگیرد. چند بعد از آن هم کلیپ دست به دست چرخید که به ظاهر موجود اندازه یک بند انگشت و دارای موهای بلند را نشان میداد. البته بیان چنین شایعاتی در زمان احداث متروی ایران نیز بارها و بارها شنیده شد، چنانچه برخی میگفتند همواره در طول حفاری و گودبرداری های عمیق پایتخت موجودات عجیب و کوتاه مشاهده شده است که به محض رویت فرار کرده اند. پس از جدی شدن بحث های اجتماعی در این زمینه و البته سکوت مسئولان در این باره، کارشناسان بحث های مطرح شده را غیر واقعی و تصاویر دستکاری شده با استفاده از فن فتوشاپ توصیف کردند. اگرچه وجود آدم کوچولوها در حد یک افسانه یا شایعه باقی مانده بود، اما چند سال پیش در شرق استان کرمان در شهر شهداد، شهر تاریخی از زیر خاک بیرون آورده شده که به دلیل ساختار کوچه ها و خانه های آن کوچک بودنشان به شهر کوچولوها شهرت یافت. شهر دارای قدمت 500,000 ساله در حاشیه جنوبی کویر لوط که همکنون نیز قسمتی از این شهر کهن برای بازدید علاقه‌مندان در معرض دید عموم قرار گرفته شده است. و اوج شگفتی این شهر در آن است که برای انسان‌های با قد کمتر از 1 متر ساخته شده بود، هرچند تا به حال کسی در این منطقه آدم کوچولوها را به چشم خود ندیده و اطلاعات چندانی از ساکنان این شهر توسط باستانشناسان به دست نیامده است. هر از چند گاه هم با کشف اسکلت‌های بسیار کوچک مومیایی شده یا اسکلت کوچولوهای شهداد سر زبان‌ها می‌افتد که بلافاصله نیز از سوی مسئولان تکذیب می‌شود. جالب اینجاست که به گفته یک باستانشناس در شهر شهداد تمام نمادهای یک تمدن غنی وجود دارد، از کشاورزی تا صنعت و ساخت ساز و گورستان و ساخت وسایل زندگی. آنها معتقدند مردم به یک باره شهر را ترک کرده و از شهداد رفته اند. دلیل این مسئله نامشخص است. نکته جالب این است که مردم برای بازگشت به شهر امید داشته اند، زیرا در خانه ها را با خشت بستند و وسایل خانه و اجناس ارزشمند سر جای خود نگه داشته شده است. بدون شک آنها می‌خواستند پس از مدت بازگردند، اما این امر هیچگاه رخ نداده است. نظریه مهاجرت کوتاه مدت اما بی بازگشت مردم کوتاه قد شهداد در حال مطرح شد که برخی از کارشناسان به کلی در خصوص وجود آدم‌های قد کوتاه تردید دارند. اما اهالی کوتاه قد روستای ماخونیک برجند به عنوان نمونه عینی و زنده از مردمان با قد 1 متری و حداکثر 1.30 سانتی شاید نمونه باشه که پس از صدها سال راز و رمز غیب شدن اهالی شهر لیلیپوت‌های کرمان را بازیابی کنند. روستای دورافتاده ماخونیک با خانه‌های کوچک که نصفشان زیر زمین قرار دارد، با مردمانی که قد کوتاهی دارند، یکی از 7 روستای شگفت‌انگیز جهان شمرده شده است که پس از ورود به روستا قبل از هر چیز خانه‌های کوچک و سپس قد اهالی آن جلب توجه است. مردمان این روستا در شهرستان برجند دارای اصلیت افغانستانی هستند که حدود 3 قرن پیش وارد ایران می‌شوند و از آنجایی که روستا قابل دسترسی نبوده، ازدواج فامیلی در بین آنها رواج پیدا می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود تا کوتاهی قد نسل به نسل ادامه پیدا کند. خب دوستای عزیز، این بود از ویدیو این هفته ما و برای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کرده و زنگوله را هم فشار دهید.